5 سپتامبر در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پرد حربی به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. با پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان اوید با آمادگی هیئت شخصی قشونهای گارنیزون حربی دوشنبه برای گذشت نظامی فرمانده گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک گواردیا باباجان جمالزاده گزارش داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عرض سلام به هیئت شخصی آنها را با جشن تاریخی 30 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان تبریک نمودند. قبل از آغاز پرد حربی سرور دولت محترم امامعلی رحمان سخنرانی نموده دایر به حفظ دستاوردهای دولت صاحب استقلال و فضای آرام و آسوده این کشور بیشتاسا اندیشه های خود را بیان داشتند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان مردم شریف تاجیکستان، هیئت شخصی گواردیا، دیگر ساختارهای نظامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و اشتراکداران پرد حربی، افسران و سربازان را به افتخار 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و 30مین سالگرد تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفتند. تاکید گردید که گواردیای ملی واحد مخصوصی دارای اقتدار و امکانیت‌های معاصر و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافعی کشور نقش مهم دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از تاریخ تشکیل این نهاد معاصر نظامی یادآور شده. تاکید داشتند که گواردیای ملی با مقصد حمایت استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشور، اشتراک در محافظت انشاءات مهم دولتی، ترتیبات جمعیتی، اینچنین برای اجرای دیگر وظیفه‌هایی که از جانب رهبریت دولت گذاشته می‌شوند تأسیس داده شده است. گفته شد که گواردیای ملی مثل دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال در دوره برای کشور بسا وزین و حساس و در زمینه یک بریگاد تعیینات مخصوص تأسیس داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اوید به نقش و سهم این نهاد سخنرانی نموده ابراز داشتند که هیئت شخصی گواردیای ملی از روزهای اول تأسیس یابی خود در برابر دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور راهی خیلی دشوار و سنگین ولی پرشرف را سپری کرده نام پر افتخار گواردیاچی را با جسارت و جوانمردی و خدمت صادقانه به دولت، وطن و مردم تاجیکستان حفظ نمود. گواردیای ملی که ما آن را همچون رمز دولتداری نوین ملی و با در نظر داشت نشانه‌های تاریخ گذشته ملت تاجیک تأسیس دادیم به یک ساختار قدرتمند حربی تعیینات مخصوص تبدیل یافته است که این در نوبت خود یکی از عامل‌های مهم حفظ استقلال و آزادی، تمامیت ارضی کشور و امنیت دولت و جامعه می باشد. اصرار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. خاطررسان کرده شد که افسران و سربازان گواردیا در سالهای بسیار حساس و تقدیرساز پهلو به پهلو با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای برقرارسازی حاکمیت کنستیتوسیونی، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تامین نمودن صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشتند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که خدمتچیان حربی گواردیا و عموما همه ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید دارای ملکه و دانش مکمل، انتظام قطعی حربی، سطح بلند کسبیت، شجاعت و دلیری، هوشیاری و زیرکی و نمونه عبرت صداقت و وطنداری باشند. در رابطه با شرایط بسیار مرکب و حساس جهان معاصر ضرور شمرده شد که به خاطر مقاومت به تهدید و خطرهای ذکر شده فعالیت هیئت فرماندهی و ستادی ساختارهای نظامی کشور و همکاری همه جز و تامهای قواهای مسلح باز هم تحکیم و تقویت بخشیده شود. رهبریت گواردیای ملی وظیفه‌دار گردید که رعایت بیچون و چرا و حتمی قانونیت، تقویت کارهای سیاسی و تربیوی، اینچنین بلندبرداشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه خدمتچیان حربی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تامین نمایند. بعد از سخنرانی پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با افتخار 30مین سالگرد تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان پرد حربی خدمتچیان نظامی برگزار شد.
گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان یکی از شاخه‌های قواهای مسلح کشور بوده. در تابعیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح قرار دارد و از جمله نیروهای ذخیروی سرور دولت به شمار می رود. باید گفت که این ساختار با نفوذ نظامی ماه ینور سال 1995 در زمینه یک بریگاد زودعمل با نام گواردیای پرزیدنتی تأسیس داده شده بود. هیئت شخصی گواردیا از روزهای اول با استواری و متانت به اجرای خدمت شروع کرده در لحظه های تقدیرساز ملت به گروه های مسلح غیرقانونی در میدان حرب و ضرب غالب آمده سزاوار باوری سرور دولت و مردم تاجیکستان گردیده است. در پرد حربی به افتخار تجلیل از این سنه مهم تاریخی بیش از 5000 خدمتچی حربی، قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق، زنان و بانوان ارتش ملی و حامیان قانونیت و ترتیبات اشتراک نمودند. تحت نوای متنتن ارکستر حربی نفسی، هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی وارد میدان برگزاری چاره‌بینی شده از نزد منبر افتخاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با گذشت نظامی قدم زدند. مورد ذکر خاص است که در برابر مردان اینچنین زنان و بانوان تمام شاخه‌های ارتش ملی در پرد نظامی فعالانه شرکت ورزیدند. با توجه و تحت هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تربیت متخصصان ورزیده نظامی، حالا هیئت‌های راهبری و فرماندهی و قسمی زیاد خدمتچیان حربی قواهای مسلح را کادرهای وطن دوست، صاحب تخصص و متین اراده تشکیل می‌دهند. از روحیه قوی و سالم و جسم آب و تاب یافته افسران و سربازان ارتش ملی خلاصه کردن ممکن است که ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور آمادند با ننگ و ناموس وطنداری، خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، صداقت، عزم و اراده قوی بزرگترین نعمت زندگی مردم تاجیک، استقلال دولتی و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، زندگی آسوده خلق تاجیکستان، منفعت‌های ملی و خاک پاک مقدس سرزمین اجدادی را همچون سپر با اعتماد از هر گونه خوف و خطر محافظت نمایند. در میدان صفارایی در برابر هیئت شخصی شماره زیاد تکنیک‌های گوناگون زیرپوش جنگی و نوع‌های مختلف افت-ماشین‌های جنگی و خدمتی گذاشته شده بود. پرواز طیاره‌های جنگی از بالای محل برگزاری چاره‌بینی، اجرای با مهارت عمل‌های مختلف سرنشین و غرش محرک طیاره در آسمان به پرد نظامی شکوه دیگر بخشید.